این یک سالاد ساده است، پر از پروتئین، بسیار خوشمزه. برای درست کردنش یک دسته جعفری رو خورد میکنم، بهش سیر خورد شده اضافه میکنم، سرکه شراب قرمز اضافه میکنم یا هر سرکه که دم دستتونه میتونید ازش استفاده بکنید. پوست لیمو رو رنده میکنم، آب لیمو بهش اضافه میکنم، ترک فلفل قرمز بهش اضافه میکنم، نمک، فلفل، آبیشن تازه یا خشک و روغن زیتون. برای خود سالاد هم از لوبیای سفید، لوبیای قرمز، عدس، لوبیای سبز، ذرت، خیار، گوجه فرنگی، پیاز قرمز و پیازچه خوب با هم دیگه میکسشون میکنم و از اون سس روش میریزم و سالاد آماده سرو. البته یه مقدار کنجدم روش میریزم که ظاهر جذابتری پیدا بکنه. پیشنهاد میکنم که از این سس با دمای محیط استفاده بکنید، به خاطر اینکه طعم جذابتری رو میتونید تجربه بکنید. امیدوارم درست بکنید و ازش لذت ببرید.